در مورد اعیاد کفار و کسانی که شرکت میکنند در اعیاد کفار، همین حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما کافی است که ایشان میفرمایند که من تشبه بقوم فهو منهم، کسی که مشابهت بکنه به قومی او از جمله آنها محسوب میشه. عده‌ای میگن که بابا یک مشت انسان‌های متحجر اومدن، ملاها اومدن، ما رو نمیذارن که در این خوشی‌ها و در این مسائل شرکت بکنیم. ببینید، اسلام دشمن سرور و شادمانی و خوشحالی شما نیست، بلکه دین مبین اسلام، دین اسلام واقعی، اسلام ناب محمدی، نه اسلامی که روافض گمراه براش تبلیغ میکنن که 360 روز سال هر هفته یا امامی مرده یا امامی مسموم شده یا امامی رو زدن یا امامی رو بردن یا امامی رو بستن به سر و کله خودشون بزنن. بلکه دین مبین اسلام دین سرور، دین شادمانی است، نه با اون اندازه‌ای که انسان رو غافل بکنه از یاد الله سبحانه و تعالی، بلکه دین مبین اسلام برای ما اعیاد رو قرار داده. عید سعید فطر است، عید سعید اضحی است، عید هفتگی مسلمان ها روز جمعه است و مناسبت های مختلف رو قرار داده که ما در اون مناسبت ها اظهار خوشحالی و شادمانی بکنیم، حتی در مجالس عروسی. ببینید، ما باید بین افراط و تفرید باشیم. عده‌ای هستن فکر میکنن که در مجالس عروسی باید یک قاری قرآن رو بیارن و خلاص یک جز قرآن کریم بخونه و تفسیر و ترجمه و تلاوت باشه. نه، کی گفته که این کارو بکنید؟ عده‌ای فکر میکنن که عروسی که شد باید ساز باشه، موسیقی باشه، شراب باشه، مثل که در تاجیکستان متاسفانه رواج داره که حتی در عروسی ها شراب خوری یک چیز عادی است در بعضی از شهرها. اسلام نمیگه که شما مجلس عروسی تو مثل یک مجلس عزاداری بکن، فقط گریه بکن و غمگین و اندوهگین باش و یک ملایی هم بیاد اونجا فقط بگه که آهای مردم جهنم است و فلان است و عذاب است. بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی شنیدن که فلانجا عروسی است گفتن چرا دف نمیزنن، یا همون دایره در افغانستان و تاجیکستان شاید بهش دایره بگن، در زبان عربی بهش دف میگن، چرا دف نمیزنن، چرا اعلان نمیکنن؟ دف زدن سنت است. خواندن سرودهایی که کلمات مبتذل در اون نباشه سنت است. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این کارها رو انجام دادن و ایشان من نکردن. و بعضی از در روایتی هست که اومده بودن دختران خردسال انصار، در روز عید بود، دف میزدن، شعر میخوندن. سیدنا ابوبکر صدیق بود یا سیدنا عمر بود، وارد شدن گفتن یا رسول الله در حضور شما دارن این کارو میکنن. گفتن بگذار، امروز روز عید ماست. یک نکته دیگه اینجا خیلی مهم است. کسانی که عروسیاشون رو تبدیل میکنن به مجالس لهو و لعب، به مجالس عصیان، گناه و نافرمانی. ازدواج یک عبادت است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. الله سبحانه و تعالی ازدواج رو، این که برای ما همسری رو قرار داده، این رو از نشانه های قدرت خودش ذکر کرده. ازدواج کردن یک سنت الهی است. الله سبحانه و تعالی ما را امر کرده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سنت، در احادیث صحیح و صریح، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، و در حدیث دیگه النکاح سنتی، نکاح سنت من است. ازدواج کردن سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امر قرآنی و جزئی از فطرت سالم بشر است. وقتی که چیز امر الله سبحانه و تعالی باشه و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، این میشه عبادت.
یعنی هر کدام از شما که ازدواج میکنید، چه مرد، چه زن، چه دختر، چه پسر، داره یک عبادتی رو انجام میده. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگری میفرمایند که هر کسی که از شما با همسرش نزدیکی میکنه برای اون صدقه است. یکی میره پول میده در راه خدا، ثواب صدقه براش نوشته میشه. کسی که با همسر حلال خودش که با نکاح شرعی با اون ازدواج کرده هم بستر میشه، براش صدقه است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن. صحابه تعجب کردن، گفتن یا رسول الله، یکی از ما شهوتشو ارضا میکنه، چطور براش صدقه نوشته میشه؟ گفتن اگر اینو در حرام انجام میداد چی بود؟ گفتن زنا بود، مرتکب گناه میشد. گفتن پس وقتی در حلال انجام میده براش صدقه است. پس ازدواج یک عبادت است. نماز عبادت است، روزه عبادت است، حج عبادت است. شما ملت عزیز تاجیکستان، افغانستان، ایران، در هر گوشه دنیا که هستید، اگر یک انسانی بیاد مثلا نماز صبح میخواد بخونه، یک ضبط صوتی هم کنارش بگذاره، یک نوار موسیقی حالا افغانی، ایرانی، هندی، غربی، هر چی است کنارش بگذاره، اینو پلی بکنه، به مجرد اینکه بگه الله اکبر، اون از اون طرف داره ساز میزنه، موسیقی داره میخونه، این دیگه وایساده داره نماز میخونه. شما به این آدم چی میگید؟ به این آدم مسلمان میگید؟ به این آدم عاقل میگید؟ پیش میگید تو داری عبادت انجام میدی، چرا داری وقت عبادت موسیقی گوش میکنی؟ دیده باشید که صدای اذان رو میشنون، ولو این انسان غیر ملتزم است، صدای موسیقی رو میبنده. چرا؟ اذان عبادت است، نمیشه با اذان موسیقی گوش کرد. کسی روزه گرفته، میخواد روزش رو افطار بکنه، در کنار سفره افطار همه عادتاً تلویزیون های اسلامی رو روشن میکنن. در ماه رمضان همه مسلمان میشن، قرآن گوش میکنن، موسیقی گوش نمیکنن، ریش میگذارن، زنها بعضیا حجاب میپوشن. من یک خواهری که الله سبحانه و تعالی هدایتش بده که تلویزیون های تجاری است، انسان یعنی از صحبتاش معلوم میشه یعنی مؤمنی است، در ماه رمضان روسری سر میکنه، رمضان که تمام شد دوباره روسری رو بر میداره. چرا؟ چون احساس میکنن که دارن یک عبادت انجام میدن و در کنار این عبادت نباید که موسیقی گوش کرد، نباید که بی حجاب بود، نباید ریش خودش رو تراشید. پس اگر یک انسانی در لحظه افطار 3 تا خرما و آب زمزم هم گذاشته، کنارش موسیقی هم روشن باشه، اون طرف داره ساز میزنه، این طرف بگه که خدایا برای تو روزه گرفتم و با رزق پاک تو دارم افطار میکنم، خب شما به این آدم عاقل میگید، مسلمان میگید؟ چطور امکان داره تو الان یک عبادتی رو داری انجام میدی؟ کسی داره میره حج، گوشی تو گوشش، هدفونات تو گوشش، داره موسیقی، داره خواندن‌های به اصطلاح مایکل جکسون رو گوش میده تو حرم. شما به این میگید انسان عاقل؟ هیچ کس بهش نمیگه انسان عاقل. هم میگن دیوونه شده، مسلمانی داخل حرم، تو داری عبادت حج و عمره رو داری انجام میدی، چرا داری موسیقی گوش میکنی؟ چرا براتون عجیبه؟ چرا جایز نیست؟ چرا منکر هستین؟ چون که این یک عبادت است. شما در اثنای این عبادت چرا دارید مرتکب معصیت میشید؟ بلکه هیچ مسلمانی ولو اینکه مسلمان فاسق باشه در اثنای عبادت این کارو نمیکنه. ما با آیات قرآن و با احادیث ثابت کردیم ازدواج عبادت است. مهمترین شب برای یک عروس و داماد شب ازدواج است، شبی که اساس یک خانواده ریخته میشه. ملا رو میارن یا آخوندی رو میارن، نکاح میبنده، در اون اثنای نکاح کسی موسیقی نمیگذاره، به احترام اون خطبه و اون آیات و احادیثی که خونده میشه. به مجرد اینکه ملا از در رفت بیرون، شروع میشه موسیقی و رقص و پایکوبی و اختلاط و رقص زن و مرد و فضایحی که متاسفانه در خیلی از کشورها وجود داره. در شب عروسی، در شبی که باید کسانی که در این عروسی حاضر میشن طبق روایات صحیحی که ما داریم باید دعا بکنن برای عروس و داماد. وقتی که خارج میشن از محفل عروسی باید برای عروس و داماد دعا بکنن. در اون محفل موسیقی هست، شراب هست، رقص هست تا صبح. بعدش چطور زندگی ها خوب بشه؟
چطور خداوند فرزندان صالح نصیب بکنه که شما عبادتی رو با معصیت الهی آغاز کردید؟ عبادت ازدواجی رو که الله سبحانه و تعالی نشانه قدرت خودش دانسته، رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت خودشون دانستن، این عبادت رو شما با چی شروع کردید؟ با صدای شیطان، با موسیقی، با معصیت الهی شروع کردید. بعد که اگر اختلافات زن و شوهر ایجاد شد بینشون، زندگی به طلاق کشیده شد، فرزندان فاسق و فاجر در جامعه تحویل دادن، گناه رو به گردن این و اون میندازن. شما از شب اول پایه و اساس زندگیتون رو بر اساس معصیت الهی ریختید. چطور از الله سبحانه و تعالی میخواهید که به شما سعادتمندی و زندگی خوب نصیب بکنه؟ ما شروع میکنیم به غذا خوردن، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. آب میخوایم بنوشیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوار ماشین میشیم، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما. در هر عملی که میخوایم انجام بدیم یک دعایی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای جلب خیر و برکت به ما آموختن. حتی وقتی که یک عروس و داماد وارد خونه خودشون میشن در شب عروسی، در اون لحظه هم رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما آموزش دادن که دعای مخصوصی رو بخونیم. در هنگام همبستری، در همه شؤون زندگی ما رو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ما آموزش دادن که حتی اگر وارد دستشویی میشیم، وارد بیت الخلا میشیم، در اون هنگام ما باید دعای مخصوص رو بخونیم. کسانی که میخوان این دعا رو داشته باشن به ایمیل book@wisalhaq.tv پیام بفرستن. ما کتاب پناهگاه مسلمان یا همون اوراد و دعایی که باید یک مسلمان در 24 ساعت شبانه روز در زندگی خودش به یاد داشته باشه در این کتاب هست که این دعا سبب میشه که برای شما خیر و برکت جلب بشه و شر شیطان و از شر دشمن شما حفظ باشید. اما این شب مهم زندگی رو که اساس یک عمر زندگی شما در این شب ریخته میشه رو با چی شروع میکنن؟ با موسیقی، با معصیت الهی. عروس محترم، داماد عزیز، اگر پدر، مادر، خواهر، برادر، قوم، خیش به شما میگن که بیایید در این شب ما موسیقی میاریم، خواننده میاریم، رقص و پایکوبی باشه، شما مانع بشید. اونا میرن شادی خودشونو میکنن، رقص و پایکوبی خودشونو میکنن، شراب خودشونو میخورن، میرن. تو میمانی با این عروس خانم یک عمر زندگی که اساسشو بر معصیت گذاشتید. مخالفت بکنید، نگذارید که موسیقی پخش بکنن در شب عروسیتون، نگذارید که فسق و فحشا باشه در شب عروسیتون. اینها همه اسباب بدبختی هایی است که امروز ما شاهدش هستیم در زندگی مسلمان ها. فرزند ناصالح، زندگی آشفته و پریشان، سببش چی است؟ روز اول زندگی خودت رو با معصیت شروع کردی. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. خشت اول زندگی خودتون رو با معصیت الله سبحانه و تعالی شروع کردید.